از انسولین استفاده بکنید. سلام عرض میکنم خدمت تمام دوستان و بینندگان عزیز. امروز میخوام راجع به بیماری دیابت صحبت کنم که بین عموم شناخته شده است. این بیماری چجوری درست میشه؟ چجوری بین مردم اتفاق میفته؟ زمانی که میزان سطح انسولین تو بدن شما کاهش پیدا میکنه، میزان قندی که شما دریافت میکنید به سلول ها جذب نمیشه، در نتیجه شما دچار بیماری دیابت شدید. حالا علائمش چجوری ما اینو درک کنیم و بفهمیم دچار بیماری دیابت شدیم؟ بیماری دیابت علائم خاص خودشو داره، مثل تشنگی و خشکی پوست و دهن، تاری دیدن، خواب زیاد، خستگی زیاد میتونه از علائم دیابت باشه. و یکی دیگه از علائم رایج بیماری دیابت کاهش وزنه. زمانی که شما دچار بیماری دیابت میشین، چون قند جذب سلول نمیشه، بدن مجبور میشه اون قندها و اون چربی هایی که درون بدن شما ذخیره هستن رو استفاده کنید. پس در نتیجه شما لاغر میشین. حالا طب سنتی برای بیماری دیابت برنامه‌هایی داره، راه درمان‌هایی داره، یه سری گیاهایی داریم، یه سری عرقیجاتی داریم که برای بیماری دیابت خیلی خوبه. گیاهایی مثل گشنیز، گزنه، بوغناق و شنبلیله میتونن از گیاهایی باشن که دشمن دیابتن. مخصوصا بوغناق، زمانی که به صورت اضطراری اگه خواستین قند خودتون رو بیارین پایین، از عرق بوغناق یا از دمنوش بوغناق استفاده کنین که زمانی که شما استفاده میکنین 15 تا 20 بار میاره پایین. گیاه بسیار خوبیه. اگر دکتر تشخیص بده که شما دیابتتون خیلی بالای حاده، حتما در کنار این رعایت‌ها باید از انسولین استفاده بکنیم و اینکه استفاده از این گیاها و با تشخیص دکتر اگه گفته انسولین بزنین و رعایت غذایی هم داشته باشین. سعی کنین دیگه شیرینی‌جات استفاده نکنین، نوشابه استفاده نکنین، خیلی مضرن. برخی از میوه‌ها هم مضرن برای شما چون دچار قند طبیعی هستن، قند طبیعی دارن. ممنون از اینکه ما رو تا اینجا دنبال کردین. با سابسکرایب کردنتون ما رو خوشحال می‌کنین. مرسی.